کنیزکان خدا را نزنید. اما الله اشاره به سوی زنهاست. شما زنها را نزنید گفت پیغمبر. اما الله را محدثا میگویند که در همین لفظ اما الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خواند. گفت کنیزکان خدا را نزنید. فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم وقال یا رسول الله زئرن النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. میگوید یک روز بعد آنی که پیغمبر سفارش داد که مردها زنها را لط و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. به ناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبر خدا آمد و گفت پیغمبر خدا این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمیدهیم، اینها را نمیزنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمیکنند. زئرن النساء، زئرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی این شنیدن غمگین شدند، گفتند نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من آنها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت آنها را برای آنی که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنیدشان گفتند. لیکن چگونه زنید؟ چگونه زنید؟ واضربوهن ضربا غیر مبرح. این دیگر حدیث است، این دوام این حدیث نیست. پیغمبر گفتن واضربوهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زنها را برای آداب، برای احترام شما، اگر مبادای آنها گردن کشی کردند، آنها شما را احترام نکردند، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعض روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتند با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید. این هم یک غمخواری اسلام است، این هم یکی از حقوق زن هاست. وقتی که مردها زدن پیش گرفتند، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید فاطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. وقتی که مردها زدن پیشه کردند، در حال همه زنها خیستند و به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگه نساء کثیر، زنهای بسیار جمع شدند، یشکون ازواجهن، آمدن شکایت از شوهرها کردند، آمدن نزد زنهای پیغمبر گفتند پیغمبر خدا رخصت داد برای زدن، امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفت است از او گذرانیدند، ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فقط اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. بین پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر، ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارند که شما آنها را میزنید، از حد مقرر شده گذرانیدید. آنها تا حد آمدن که بر من شکایت کردند.
و گفتند پیغمبر اولئک لیس بخیارکم، کدام زنی که از شوهر خود شکایت بکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد و پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند. باید شما هم گفت پیغمبر کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیت ها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال، این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا، همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا اینکه زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همون قبرغه چپ مردها خدا آفرید. جان و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه، پیغمبر در راه حدیث گفتند و درستی این که کجترین قبرغه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرغه بالا چندقدر کجش زیاد است؟ زیرا اینکه رسول الله میگوید فإن ذهبت تقیمه کسرته، اگر شما بخواهید که این قبرغه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذاریشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط میتوانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمیشود. فقط پیغمبر گفتن فداروا بها و تعیشوا بها، مدارا کنین، زندگی کنین. زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفریده است که اینها را راست کردن نمیشود. فقط اینها قدی میتوانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چگونه که سرور ما و شما پیغمبری خدا انجام دادن. این از یک قسم از حقوق زنها بالای شوهرها. و البته اینجا قسم زیادی حدیث ها و بعضی از قصه ها باقی ماندن و انشاءالله جمعه آینده باز در باب همین حقوق زنها
بالای شوهرها چه حقها دارند و شما صحبت میکنیم و خدا خواسته باشد بعد جمعه های آیندهش حق شوهرها را بالای زنها هم بهر شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.